سلام، بیایم با هم دیگه بریم لالش. یک منطقه زیارتی توریستی مربوط میشه به کورتای ایزدی. وارد میشی نباید اصلا کفش بپوشی، باید یا جوراب پات باشه، دمپایی هم اصلا اجازه نداری. بعد وقتی که وارد محیطش میشی انگار وارد به 7000 سال پیش میشی، چون قدمت این مکان به 7000 سال پیش برمیگرده. اینجا هم که داری میبینین دارن بچه‌ها رو غسل میدن که ایزدیش کنن. بچه‌ها بعدی که به دنیا میان این بهش میگن آب زمزم که آب مقدسی هستش براشون. اینجا هم که محل ناگزیدن شیخاشون هستش. این هم که نمادای ایزدی هستن که مار سیاه رو به شدت مقدس میشمارن. اصلا اجازه ندارین روی این سنگ و پاتون رو بذارین، چون براشون مقدسه. و این مقبره است اونجا که میبینین قرمز مار سیاه توش خوابیده. شمع آتش روشن میکنن. اینجا غاری که مربوط به قدیمه اونجا زندگی میکردن. بعدش میبینین که مردم اینجا میان عبادت میکنن. اون چیزهای تیز مال لالش رو که میبینین مربوط میشه به علامت خورشید که اینا به خورشید اعتقاد زیادی دارن. و واسه سفیدم که میبینیم مال دختر بچه هاست. اونا که ازدواج نکردن کاملا سفید میپوشن، ازدواج کرده قرمز میپوشن، یعنی یه چیز قرمز رو تنشه. بعد کلی مسیر من با پای پیاده رفتم، کلی سنگ رفت تو بام. بعد اینجا یعنی یک بهشت کامل رو میبینیم. عرضم به حضورتون که ویو داره به همه جا. بعد اینجا یک مسئله است در مورد غذا خوردن که مسلمان‌ها زیاد رغبتی به خوردن غذای ایزدی‌ها ندارن، نمیدونم چرا. بعد بازم اینجا یا باید در رو ببوسی یا یه پولی بذاری. این اونها هم که میبینین نورهای تبرکن، مردم به عنوان تبرک میبرن. این سنگام که اینجا گذاشتن بیش شما کس حق نداره روشون بشینه، چون یکی از بزرگاشون روش نشسته. بعد این درم که باید ببوسن برن. اینم که جلو در میبینید خادمشونه که 24 ساعت اونجا وای میسته. شمعهایی که تقریبا میگن 7000 سال روشن. این پارچه هم که میبینین نیت میکنن میبندن. اینجا هم که الان ما داریم میریم بهش میگن که آب زمزم. این یک جرعشه که اگه زن و شوهر با هم دیگه برن اونجا خواهر برادر میشن. اینجا هم که وارد میشیم منطقه نگهداری روغنه که این روغنا خیلی خیلی قدیمی هن. اینجا میمونن و به عنوان شفا و دوا درمان به مردم ایزدی داده میشه. خیلی هم نایاب. این آقام که اینجا میبینین داره دعا میکنه و این خانم هم که اینجا میبینین دارن یک تکه پارچه از نمیدونم مربوط به چی دقیقاً میبوسن و اصلا حق ندارن پشتشون رو بهشون بکنن، چون گناه حسابه و باید عقب برگردن. و اینکه این پرنده که اینجا میبینیم پرنده مقدسه که میگن مار نیشش زده توی قدیم و براشون خیلی مقدسه. اینم که این آقا رو میبینیم مسئول روشن کردن 366 تا شمعه که باید همیشه روشن بمونه. این نمادم که میبینیم ما و خورشید و ستاره است. این خاکم خاک مقدسشونه، به عنوان تبرک میبره. اینم آب زمزم. اینم منم که دیگه تموم شد. مرسی.